سلام و درود به همنفسان و همگامان کانال پرشین تاروت هرا. من هرا هستم، تاروت ریدر و کارت ریدر شما. اگر به پیشگویی تاروت، قهوه، پاسور علاقه‌مندین و دوست دارید که تاروت و فالهای دیگر اصولی یاد بگیرید، کانال رو سابسکرایب کنید. امروز اومدم با پیشگویی کارت های پاسور برای 3 ماه آینده. کافیه که نیت خودتون رو توی ذهنتون بیارین، نیت کاری، خانوادگی، احساسی و هر نیت دیگه‌ای که دارین. توی ذهنتون روی نیتتون تمرکز کنین و برای اینکه انرژی خودتون هم توی فالتون باشه، با لایک و کامنت به فال خودتون انرژی بدین. اگر شما یک از دست دادن رو تجربه کردین، مثلا رابطه‌ای داشتین که کات شده یا به شما پیشنهاد کاری شده و بعد از این پیشنهاد پشیمون شدن، یا کار یا موقعیتی رو از دست دادین یا از دوستی جدا شدین، هر چی که بوده، توی 3 ماه آینده اتفاقاتی میفته که شما کلاً نسبت به اون موضوع یا اون شخص بی تفاوت میشین و دیگه برای شما اهمیتی نداره. شما توی یک جمعی قرار میگیرین، ممکنه مهمونی یا دورهمی یا جایی باشه که اشخاص زیادی حضور دارن و شما یک خبر خیلی خوب و خوشحال کننده ای رو در این جمع دریافت میکنین که معجزه بزرگی رو توی زندگی شما رقم میزنه. توی این جمع خانم و آقایی از این خبر همراه شما بسیار خوشحال میشن، اما باید حواستون نسبت به آقای سبزرو باشه. این آقا ممکنه انرژی ماه خرداد، مهر یا بهمن رو داشته باشه، یا مردی مطلقه یا تنها باشه و کسی هست که از موقعیت‌های شما، از موفقیت‌های شما و از پیشرفت‌های شما خیلی خوشحال نمیشه. پس اگه توی جمعی قرار گرفتین که خبر خوشحال کننده تو اون جمع به شما دادن، حتما حواستون به نگاه‌های این شخص باشه. من تا 3 ماه آینده سفری رو میبینم که شما از رفتن به این سفر به هر دلیلی راضی نیستید و این سفر رو با ناراحتی و دلهره و نگرانی میرین. ولی در این سفر با شخصی ملاقات میکنین که مشکلتون و مسئله‌ای که فکرتون رو درگیر کرده رو برای شما حل میکنه و شما رو حمایت میکنه. یا ممکنه مسئله‌ای در این سفر پیش بیاد یا اتفاقی بیفته که مشکلاتتون به وسیله اون اتفاق حل بشه. ممکنه برای شما جر و بحثی با شخصی به وجود بیاد، شخصی که توی نیتتون هست، اما توی این جر و بحث در نهایت صحبت‌هایی میشه که تکلیف شما رو مشخص میکنه و از اون بلا تکلیفی در میاین و فکر شما رو، راه شما رو مشخص میکنه و دیگه بعدش متوجه میشین که چه راهی رو باید برین و از اون حالت بلا تکلیفی به طور کامل در میاین. در این 3 ماه من برای شما یک خبر خوشحال کننده مثل ازدواج یا تولد فرزند توی اقوامتون میبینم که بعد از اون تغییرات مهم و اساسی و مثبتی براتون به وجود میاد. یعنی شما ممکنه
به مجلس خواستگاری یا عروسی یا تولد فرزند برین و بعد از اون رویدادهایی براتون اتفاق بیفته که بسیار عالی باشه. روی نیت اصلی شما مشکلاتی به وجود اومده که غم و اندوه زیادی رو از گذشته به شما داده، ولی همه اینها بعد از این مهمونی یا جشنی که دعوت میشین از بین میره و یونیورس شما رو به سمت اتفاقات عالی و مثبت میبره. اگه مسئله شما کاری بوده، ممکنه در این مهمونی به شما پیشنهاد کاری بشه یا کلا نگرش شما رو روی کارتون و نیتتون تغییر بده. اگر مشکلات احساسی دارین، ممکنه در این مهمونی با شخصی آشنا بشین که هم فرکانس و هم راستای روح شما باشه. و اگر مسئله خانوادگی یا مشکل خانوادگی دارین، آقایی در این مهمونی حضور داره که میتونه مشکل شما رو حل کنه و برای شما گره‌گشا باشه. دوستای عزیزم، اگر از پیشگویی پاسور امروز لذت بردین، خوشحال میشم که با لایک و کامنتاتون به من انرژی بدین. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین، بدونین که من هر هفته در کنار آموزش فال تاروت، پاسور و قهوه پیشگویی اتفاقات رو با انرژی شما قرار میدم. پس حتما کانال رو سابسکرایب کنین تا ویدیوی بعدی شما رو در مسیر روشن فرداها به خدا میسپارم. بدرود.